مشکل در دین است یا در ما؟ یکی از سبب‌های اساسی پهن شدن ذهنیت‌های نادرست و منفی است. با مردم میگویند به دنیا کار نگیرید، پشت پل نگردید، کار و تلاش لازم نیست. اگر جامعه از مهنت، علم و اقتصاد دور شود، پس رشد از کجا پیدا شود؟ خداوند می‌فرماید در سوره نجم: و ان لیس للانسان الا ما سعی. و این نیست برای انسان مگر آنچه که کوشش کرده است. یعنی به تلاش، به کوشش نتیجه نیست. چون که خداوند در سوره ملک می‌فرماید: هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور. خداوند است که زمین را برای شما رام گردان، پس در رهای آن حرکت کنید و از رزق او بخورید. این دعوت به کار، حرکت و استفاده نعمت‌های دنیاست، نه ترک دنیا، نه ترک نعمت‌های دنیا. چون پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید: هر کس هیچگاه غذای بهتر از آن نخورده است که از مهنت دست خود باشد. پس اسلام تنبلی، بیکاری و دوری از دنیا را ترغیب نمی‌کند، بلکه توازن را می‌خواهد. یعنی دنیا و آخرت هر دو. اما مشکل در چیست؟ امروز هر کس با فهمش خود برآمد میکند. یکی از این طرف دعوت میکند، دیگری از آن طرف. بعضی ها اندیشه های شخصی خود را به نام دین، به نام اسلام به مردم میرسانند، به اون که فکر آینده ملت را کنند که ملت کام طرف رفته ایستاده است. آنها نمیپرسند این گفتار جامعه ما را میسازد یا که ویران میکند. با قرآن و سنت این گفتار ما موافق است یا نه؟ بعضی میگردد به صحابه میزند، بعضی میگردد به عالمای ما میزند. خداوند در سوره اسراء میفرماید: ولا تقف ما لیس لك به علم. پیروی مکن از آنچه به آن علم نداری. عقیم ماندگی تنها از نبودن امکانیت نیست، بلکه از تفکر نادرست است. اگر ما علم را ترک کنیم، وقت را بیهوده گذرانیم، تلاش نکنیم، نسازیم و هر سخن را بدون سنجش قبول کنیم، پس خود سببی عقب ماندگی خود شده ایم. به دوستان عزیز، هر سخن را بسنجیم، علم آموزیم، کار کنیم، تلاش نماییم، سازنده باشیم، آبادکن باشیم، اختصاص داشته باشیم و آینده خود را به دست خود بسازیم. بیشتر به اصلاح دین و دنیای خود مشغول باش. وگرنه انسان را به ادراک، به تفکر به سوی هلاکت میبرند. خداوند در سوره انعام آیه 16 میفرماید: و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله یتبعون الا الظن و انهم الا یخرصون. و اگر اکثر آن مردم را که در روی زمین فرمانبری کنی، تو را از راه خدا گمراه میکنند، زیرا آنها پیروی نمیکنند مگر گمان، فکر، تخمین. و این نیستند که آنها دروغ بافندگانند. پیامبر علیه السلام میفرماید: برای دروغگو بودن انسان همین کافی است که هر چی میشنود نقل میکند. هر گپ را شنیدن و قبول کردن نشانه حکمت نیست. حکمت آن است که انسان حق را بشناسد، با عقل و دلیل عمل کند و راه خود را به شعوری روشن انتخاب نماید.